سلام میکنم بهتون. سال نو شمسی سال 1404 بر شما مبارک. بهار بر شما مبارک باد و خدا رو شکر برای این فرصتی که مهیا کرد که یک بار دیگه بتونیم یک بهار دیگه رو در کنار هم در کلیسا، در حضور خدا، در حضور مقدسینش تجربه بکنیم. امیدوارم که خوب باشید، در برکت باشید. و امروز میخوایم از کلام خدا بشنویم. بعد از این پرستش ها میخوایم در مورد بهار بشنویم، در مورد فصل تازگی، در مورد حیات دوباره و همه این چیزی که داریم در اطرافمون میبینیم که یادآور زیبایی های خالق این بهار هست. درختانی که خشکیده بودند جان تازه میگیرن، گلها شکوفا میشن و زمین از نو زنده میشه. فصل بهار از لحاظ علمی وقتی بهش نگاه بکنیم یکی از 4 فصلی که بین زمستان و تابستان قرار داره و به طور معمولی در نیمکره شمالی از 20-21 مارچ شروع میشه و تا 20 جون ادامه داره و در نیمکره جنوبی از 23 سپتامبر تا 21 دسامبر. یک کمی برای ما که در نیمکره شمالی هستیم این عجیبه که چطور 23 سپتامبر که شروع پاییز و زمستان از اینجا در یک جای دیگه از دنیا بهار شروع میشه. و این فصل یک ویژگی های خاص خودش رو داره. افزایش دما داره، روزها بلندتر میشن، نور بیشتری میتابه، گیاهان دوباره رشد میکنن. و اینکه چطور این بهار اتفاق میفته به این دلیل هستش که میدونیم که زمین هم به دور خودش میچرخه، هم به دور خورشید میچرخه و در یک مدار مشخصی خورشید زمین به دور خورشید میچرخه. و وقتی که از لحاظ علمی دلیل این تغییر فصل اینه که زمین یک درجه از اون محوری که داره میچرخه رو کجش میکنه. 23 درجه اونی میگن درجه زمین کج میشه، متمایل میشه و به این شکل خورشید بیشتر بر نیمکره شمالی میتابه و این تمایل زمین، کج شدن زمین، اجاست کردن خودش باعث میشه که فصل بهار در نیمکره شمالی که ما الان در اونجا داریم زندگی میکنیم اتفاق بیفته. و میدونیم که این تابش خورشید بر روی زمین در نقاط مختلفی از کره زمین متفاوته و در همونطور که گفتم در 1 فروردین و چرا خوبه که ما ایرانی ها این شروع سالمون با شروع بهار هست و اون زمانی که خورشید به طور کامل و به طور عمود بر خط استوا میتابه اون لحظه ای هستش که بهار اتفاق میفته. از لحاظ علمی به این پدیده میگن اعتدال بهاری یا بهش میگن اسپرینگ اکویناکس و برای ما ایرانیا اون لحظه ایه که سال تحویل میشه، اون لحظه ایه که بهار اتفاق میفته و در واقع در اون موقع هستش که شب و روز تقریبا با هم دیگه برابرن و در نیمکره شمالی زمین بهار شروع میشه. بهار وقتی میاد با خودش افزایش دما رو داره، افزایش نور رو داره، خورشید رو داره، حیات جدیدی رو داره. برف آب میشن، یخها ذوب میشن، خاک گرم میشه، بستر زمین فراهم و آماده میشه برای رشد گیاهان و حیوانات. طول شب و روز تغییر میکنن. شبهای سرد زمستان کوتاهتر و از بین میرن و روزهای گرم و پرنور بهار طولانی تر میشن. عمر تاریکی کوتاه میشه و عمر نور و روشنایی و روز بلندتر و طولانی تر میشه. و این طولانی بودن طول روز باعث تحریک فعالیت های زیستی، گیاهان، حیوانات و حتی انسان ها میشه در روی زمین. رشد نمو گیاهان رو میبینیم. این افزایش دما باعث میشه که گیاهان نور بیشتری رو از خورشید بگیرن، فتوسنتز ایجاد بشه، رنگدانه سبز در خودشون تولید بکنن و ما میبینیم که همین اتفاقایی که در طبیعت میفته که همه اون به دلیل این نوری هست که داره میتابه بر زمین باعث شکوفایی گلها و رشد برگها و درختها و تولید میوه میشه. و ما اینو نه تنها توی گلها و گیاهان و درختها میبینیم، توی حیوانات هم میبینیم. یه چند وقت دیگه وقتی در خونتون رو باز میکنید میبینید یه خرس گرسنه غول‌پیکر که تازه از خواب بیدار شده جلو در خونه شما ایستاده و اینها همه نشانه های بهاره.
یه کمی اونورتر که برید میبینید راکونا به صورت گله‌ای و دسته‌ای توی خیابون دارن راه میرن. سنجابا از خواب بیدار میشن. پرنده ها شروع به خوندن میکنن. و اینا همه داره نوید یک حیات دوباره و یک تجدید قوایی رو داره توی طبیعت به ما میده. بارانای بهاری رو کم کم خواهیم داشت در شهر ونکوور. البته میدونم با کمی تاخیر بهار توی ونکوور میاد دقیقا در ماه مارچ نیست، یه مقداری اونورتر، یه 2 3 هفته دیگه توی ماه اپریل. برای شما عزیزانی که سال اولتون هست بهشت رو روی زمین خواهید دید. یک سنگ فرشی از شکوفه‌های بهاری روی زمین خواهد بود و بارانای بهاری میاد که اون رطوبت لازم رو، اون رطوبت کافی رو بتونه به خاک بده و خاک اون بستر مناسب رو فراهم بکنه برای خودش که بتونه گیاهان رو و اون رشد رو ما بتونیم ببینیم. پس به نوعی فصل تغییره، فصل تحوله، فصل تبدیله. و این فقط در طبیعت نیست، در ما انسان ها هم هست. به خصوص میگم برای مایی که شروع سال نو شمسیمون هست، یک افزایش در واقع تجدید انگیزه هاست، افزایش انرژی، شادابی به همراه داره، نشاط به همراه داره. و خیلی ها برنامه‌ریزی های جدید میکنن توی شروع این سال یا شروع بهار برای خودشون، هدف های جدید میذارن. خیلی ها میگن از شروع این سال من میخوام برم جیم، میخوام وزن کم بکنم، یک سری برنامه های دیگه، هدف های دیگه. و خیلی ها تصمیم میگیرن که خیلی کارهایی که قبلا میکردن رو دیگه انجام ندن و خیلی کارهایی که تا الان نکردن رو شروع بکنن و انجام دادن. دید و بازدید میکنیم، کینه ها رو دور میریزیم، کسایی که به ما بدی کردن رو میبخشیم و خونه تکونی میکنیم، تمیز میکنیم، پاکسازی میکنیم. و چقدر قشنگ این آمیخته شده با فرهنگ ما که دور بریز آنچه که گذشته، به چیزهایی که گذشته دیگه نگاه نکن، به اون چیزی که پیش روی نگاه بکن. و این آیه سال ما مرتبا داریم اینو تکرارش میکنیم که اون چیزی که گذشته رو دیگه رهاش بکن. و این رو ما داریمش توی دید و بازدید عیدمون، به دیدن بزرگترها میره، با اونایی که قرار هستیم میریم آشتی میکنیم و اصلا میگیم قلبامون رو خونه تکونی میکنیم و سعی میکنیم اشتباهات گذشتهمون رو تکرار نکنیم. و یک شادابی و یک انرژی میاد توی دل ما با شروع بهار. و اینا همش به خاطر تابش خورشیده، به خاطر تابش نوره. توی کشورهایی که سردسیر هستن توی اروپا معمولا اینطور نیست. روزها حتی روزها هوا تاریکه. من سال گذشته توی سوئد بودم، میدم مردم غمگینن با اینکه تابستون بود و همه قوزگرده راه میرفتن. وقتی پرسیدم چرا مردم اینطورین، و میگفتم برای اینکه انقدر روزهای سرد و تاریک اینجا زیاده، همه سردرگریبانن، همه توی دنیای خودشون و فرم و استیل بدنشون، استایلشون متناسب شده با اون طبیعتی که دارن توی زندگی میکنن، با اون تاریکی و سرما. ولی شما نگاه بکنید به کشورهای گرمسیر، چقدر جنب و جوش بیشتر، چقدر تکاپو بیشتره، چقدر بچه ها شاطرن، چقدر تو کوچه بازی میکنن و به اندازه که دارن گرما و نور رو میگیرن، این حس شادابی و انرژی بیشتره. و خیلی از ما ایرانی‌ها با آغاز بهار به دل طبیعت میریم. دوست داریم تو دل طبیعت باشیم، کنار آب باشیم، توی پارک ها باشیم. و یک فصلی که با امید، با انتظارات مثبت نسبت به آینده همراهه و در دل ما این انگیزه های جدید رو ایجاد میکنه، تحولات شخصی ایجاد میکنه. خیلیا به دنبال این هستن که از لحاظ شغلی پیشرفت کنن، از لحاظ رابطه‌ای. و این شور شوقی که توی طبیعت هست حتی علاقه و اشتیاق رو بیشتر میکنه. خیلیا در فصل بهار ازدواج میکنن و میگن فصل خوبیه، مهمونامون نه گرمشون میشه نه سردشون میشه و زمان مناسبیه برای این کارها، برای تجدید روابط عاطفی، برای تقویت روابط عاطفی و لذت بردن از هوای تازه و اکسیژن. و داریم میبینیم که طبیعت داره نو میشه، داره یک رخت نوعی به تن میکنه و چقدر این برای ما آشناست، برای مایی که با عیسی آشنا هستیم، با کلام مقدس آشنا هستیم. چقدر این تغییر، این تبدیل، این نو شدن، این حیات دوباره، این تجدید، این تولد تازه و اون چیزی که داریم در طبیعت از بهار میبینیم، چقدر برای ما آشناست، برای ما غریبه نیست. شاید کلمه بهار رو به طور مستقیم نداریم توی کتاب مقدس، ولی مفاهیم مرتبط با اون رو زیاد داریم.
بهار جلوه ای از کار خدا در زندگی های ماست. اگر میخوای کار خدا رو، نجات خدا رو به صورت مرئی و به صورتی که بتونی با چشم سر اون رو ببینی، اگر میخوای دگرگونی که خدا در قلبت، در زندگیت به وجود آورده رو با ورود عیسی به زندگیت ببینی، به بهار نگاه بکن. خدا این طبیعت رو، این فصل رو، این بهار رو، این دگردیسی رو، این تغییر رو، این رخت نوعی که بر تن درختان میشه رو قرار داده تا ما ببینیم و الهام بگیریم و بدانیم که اون بهار حقیقی، اون بهار معنوی، اون بهار روحانی در قلب‌های ما به واسطه عیسی اتفاق افتاده. به بهار که نگاه میکنی عیسی رو میبینی و چیزی غیر از عیسی نمیبینیم. زمانی که طبیعت از خواب زمستانیش داره بیدار میشه، زمینی که ظاهراً مرده بود، زیر سرما، زیر برف مدفون شده بود، این خاک دوباره زنده میشه و این تصویر به زیبایی نشان دهنده قدرت خدا در ایجاد حیات جدید برای ماست. یک رویش جدید، یک تولد تازه. کتاب غزل‌ها باب 2 آیات 8 تا 13 اینطور به ما میگه: آواز دلداده‌ام را میشنوم، هان او می آید، جستان بر فراز کوهها و خیزان بر فراز تپه ها. دلداده من همچون غزال است و مانند بچه آهو. هان او در پس دیوار ما ایستاده است، از پنجره ها می نگرد، از میان شبکه ها نگاه می کند. دلداده من ندا در داده مرا گوید: ای نازنینم، ای دلربای من، برخیز و با من بیا، زیرا هان زمستان درگذشته و موسم باران به سر آمده و رخت بربسته است. زمین گلشن گشته، زمان نغمه سرایی فرا رسیده و آواز فاخته در ولایت ما شنیده می شود. درخت انجیر نخستین میوه های خود را آورده و موها شکوفه کرده اطرفشان شده است. ای نازنینم، ای دلربای من، برخیز و با من بیا. کتاب غزل‌ها کتابیه که در مورد روابط عاشقانه بین زوجها و همسران صحبت میکنه و به نوعی در وقتی این پوسته ها رو کنار میذاریم و عمیق‌تر نگاه میکنیم، از رابطه عاشقانه عیسی با کلیسای خودش داره صحبت میکنه و داره میگه زمستان درگذشته، موسم باران به سر آمده، زمین گلشن گشته، بهار آمده است. به عبارتی داره میگه بهار آمده است. آواز فاخته، پرنده ها دارن میخونن، زمان نغمه سرایی رسیده. گذشته رو رها بکن و به کار تازه‌ای که امروز دارم انجامش میدم توی زندگیت نگاه کن. در بیابان راهی باز میکنم و نهرها جاری میسازم. برگهایی که خشک شد، از تنه درختان جدا شد و ریخته شد، تموم شد و رفت. این برگهای تازه، این شکوفه‌های تازه دیگه اون قبلی ها نیست. این یک رخت تازه است، این یک لباس تازه است، این یک ردای تازه است که عیسی بر تن طبیعت میکنه تا ما ببینیم و بدانیم که همین عمل رو در بعد روحانی در زندگی های ما انجام داده. همین ردای عدالت رو عیسی، بهار جانها، بر تن ما کرده و این فصل حیات دوباره، فصل شکوفایی، زمانی برای ما معنای حقیقیش رو نشون میده و زمانی ارزشمندتره که ما زمستان رو تجربه کرده باشیم، تاریکی رو تجربه کرده باشیم، سرما رو تجربه کرده باشیم، بیابان خشک رو تجربه کرده باشیم و الان ببینیم که خدا در دل بیابان نهر جاری کرده و بیابان رو به بوستان تبدیل کرده برای ما. و این بهار نشانه هایی با خودش داره و این نشانه ها رو که نگاه بکنیم به دور و برمون در طبیعت میتونیم ببینیمشون. اما بهار روحانی و کار عیسی در زندگی های ما هم نشانه هایی داره. توی عهد عتیق هنگامی که خدا کاری رو در زندگی اشخاص، زمانی که کاری رو، ملاقاتی رو، وعده‌ای رو، عهدی رو با کسی میبست یا به کسی وعده‌ای میداد، وقتی ملاقات میکرد کسی رو یا قومی رو، همیشه اون افراد یک نشانه‌ای برای خودشون میذاشتن که میشد اون نشانه ها رو به صورت فیزیکی دید
وقتی خدا به ملاقات کسی میمد، اینو توی کل عهد عتیق وقتی نگاه بکنیم میبینیم. به عنوان مثال زمانی که یعقوب خدا رو در خواب و رویای خودش ملاقات میکنه، یک نردبانی رو میبینه که به سوی آسمان میره و بعد اون وعده ها رو خدا، وعده هایی که به ابراهیم داده رو دوباره با اون تجدید وعده میکنه و همونها رو دوباره بهش میگه. وقتی که از خواب بیدار میشه، یک 4 تا سنگ رو روی هم میذاره اونجا، یک مذبحی درست میکنه و قربانی برای خدا میگذرونه و این رو به عنوان یک نشانه از ملاقات خدا با خودش به یادگار میذاره از خودش. و این رو تقریبا میتونه بگیم همشون انجام دادن، همه انبیا. و یک نامی هم اونجا میذاشتن که به یادگار بمونه، هم برای خودشون یک نشانه باشه از ملاقات خدا، هم برای اینکه بتونن به دیگران این حرفشون رو به سایر افراد بتونن تایید بکنن که اینجا اون جایی بود، اون لحظه ای بود که خدا من رو ملاقات کرد. و این توی عهد عتیق به مراتب اتفاق میافته. نشانه ای برای اینکه ملاقاتی صورت گرفته، نشانه عهد، نشانه وعده، نشانه اینکه خدا بر من ظاهر شده. زمانی که 40 شبانه روز باران بارید در زمان نوح، بعد از اون رنگین کمان توی آسمون گذاشته شد و این یک نشانه ای بود از عهد خدا با انسان. وقتی 2 نفر با هم ازدواج میکنن، یک حلقه توی دستشون میذارن، نشانه عهدشونه. این عهد توی قلبشونه، ولی این نشانه رو میذارن که هر بار بهش نگاه میکنن به یاد بیارن که توی یک تعهد و توی یک عهدی هستن با شخصی. و این نشانه نه فقط برای خودشونه، برای دیگران یک پیغامی داره. یک شخصی به اسم جدعون توی عهد عتیق هست که خدا بهش میگه که تو توی جنگی که داری میکنی برای اسرائیل پیروزی برمقام میاری و میخواد که خدا یک نشانه هایی بهش بده که مطمئن بشه که این چیزی که داره میشنوه و دریافت میکنه از خداست. اینطور میگه در کتاب داوران میخونیم این داستانو که جدعون به خدا میگه اگر مطابق آنچه فرمودی اسرائیل را به دست من نجات خواهی داد، اینک من بر خرمنگاه پشم گوسفند میگذارم. اگر تنها بر این پس شبنم یافت شود و تمام زمین خشک باشد، آنگاه خواهم دانست که مطابق آنچه فرمودی اسرائیل را به دست من نجات خواهی داد. و چنین شد. این شرط رو با خدا میذاره، این نشانه رو از خدا میخواد، به همین اتفاق میفته. و فرداش میگه حالا برعکس، حالا بقیه زمین شبنم بیاد و این پشم گوسفندی که میذارم خشک باشه، که میخواد مطمئن بشه که آنچه که خدا بهش داره میگه درسته و این نشانه رو خدا بهش دوباره میده. و اینها زیاد هستن، این نشانه هایی که انسان در پیشونه که یک تأییدی بگیره، یک اطمینان خاطری داشته باشه. زمانی که خدا میخواد موسی رو بفرسته به سوی فرعون که باش صحبت بکنه، میگه شاید باور نکنن که تو من رو فرستادی، شاید به صحبتهای من گوش ندن و بگن خداوند بر تو ظاهر نشده. توی خروج باب 4 میخونیم این آیات رو. خداوند گفت آن چیز که در دست توست. پاسخ داد عصا. خداوند گفت آن را بر زمین بیفکن. چون آن را بر زمین افکن، ماری شد. و این یک نشانه، یک آیته. بعد میگه که خب حالا دستت رو بذار توی گریبانت و بیار بیرون، دستت سفید میشه و بعد دوباره این کارو بکن، همین کارو تکرار بکن، دستت به حالت عادی برمیگرده. این 2 تا آیت رو بهش میده و میگه که حالا اگر سخنان تو رو باور نکردن و به آیت نخست توجه ننمایان، با دیدن آیت دوم باور خواهند کرد. ولی اگر این 2 آیت را باور نکنه و به سخنانت گوش فرندن، قدری آب از رود نیل برگیر و آن را بر خشکی، مقدار آب از رود نیل بگیر بریز روی خشکی، آبی که از رودخانه برگیری بر خشکی به خون بده. اینا رو بهش میگه که بتونه وقتی میره و صحبت میکنه افراد رو مطمئن بکنه این آیات و این نشانه ها که او از سمت خدا اومده. و یکی از زیباترین نشانه هایی که در عهد عتیق میخونیم در کتاب اشعیا باب 7 آیه 14 اینه که خود خداوندگار به شما نشانه ای خواهد داد. اینو دیگه خود خدا داره این نشانه رو میده. اینک باکره آبستن شده، پسری خواهد زایید و او را امانوئیل نام خواهند نهاد. و به همین دلیله که در عهد جدید فریسیانی که تمام اینها رو میدونستن و خونده بودن و مطالعه کرده بودن، به دنبال این بودن که نشانه هایی و آیتی از عیسی ببینن و به طور مرتب میرفتن سراغش و بهش میگفتن با اجازه کی این کارا رو میکنین، با کدوم اقتدار این کارا رو انجام میدی، کی بهت گفته که این کارا رو بکنی، یک نشانه ای از خودت به ما بده، یک آیتی از خودت به ما بده. و 2-3 جایی که عیسی پاسخ میده بهشون،
هیچ وقت نمیاد بگه خیلی خوب الان اینو خواستی، من این معجزه رو انجام میدم برای اینکه بهتون ثابت کنم. نشانه خودشه، آیت خودشه، حقیقت خودشه. و دو سه باری هم که بهشون پاسخ میده، معجزه‌ای براشون نمیکنه، نشانه‌ای بهشون نمیده. دو بار در مورد مرگ به حیات خودش صحبت میکنه، در مورد قیام خودش صحبت میکنه. و یک بار دیگه میگه که من اون نان حیات هستم که از آسمان اومدم. اما زمانی که چندین هزار نفر رو غذا داده بوده و باز این افراد میان پیشش، که مرقس این آیات رو میخونیم، فریسیان نزد عیسی آمدند و با او به مباحثه نشستند. آنها برای آزمایش آیتی آسمانی از او خواستند. اما عیسی آهی از دل برآورد و گفت چرا این نسل خواستار آیت است؟ آمین به شما میگویم هیچ آیتی به آنها داده نخواهد شد. سپس ایشان را ترک گفت و باز سوار قایق شده به آن سوی دریا رفت. هیچ نشانه‌ای بهشون نداد، هیچ آیتی بهشون نداد، چون خودش اون حقیقت بود. من شما چطور هست؟ آیا ما نشانه‌های بهار رو داریم می‌بینیم؟ آیا همچنان ما از عیسی، این بهار روحانی، این اتفاق عظیمی که در قلب و زندگیمون افتاده، آیا همچنان به دنبال این هستیم که نشانه ای از عیسی بگیریم؟ آیتی به ما نشون بدی؟ ما نشانه‌های بهار رو داریم توی طبیعت می‌بینیم و دونه دونه گفتم بهتون. اما در مورد بهار روحانی چی؟ آیا به دنبال این هستیم که عیسی برای ما معجزه‌ای بکنه که به او ایمان بیاریم؟ عیسی آه میکشه اگر این سوال رو ازش میپرسیم و میگه اینها، این نسل چرا خواستار آیته؟ چرا من رو نمیبینه؟ چرا منی که حقیقت هستم رو نمیبینه؟ چرا منی که اون خورشید عدالتی هستم که تابید و بهار شد توی زندگی انسانها رو نمیبینه؟ ایمان دار. آیا نشانه های بهار، نشانه های حیات نو، نشانه های زندگی نو، تولد تازه، رویش، نوزایی، قوت، برکت، اینها رو توی زندگیت میبینی؟ آیا عیسی رو میبینی؟ آیا بهار رو میبینی؟ عیسی بهار ماست. عیسی رخت تازه‌ای که به تنت کرده رو میبینی یا نمیبینی؟ اگر هنوز کلیسا میای ولی هنوز در خودت اینها رو نمیبینی و دنبال این معجزه هستی، خدایا این معجزه رو بکن که من مطمئن بشم که تو خدایی. اگر هنوز در پی اینها هستی، بیا با هم دیگه به زندگی یک شخصی نگاه بکنیم که عیسی را دید، که بهار را دید، این اتفاق نیکویی که توی زندگیش افتاد رو دید. با هم به زندگی بارتیمائوس کور نگاه بکنیم، این شخصی که کور بود و گدا بود و بر سر راه می نشست و گدایی می کرد. داستان زندگی این شخص رو میتونید تو کتاب مرقس باب 10 آیات 46 تا 52 ببینیم. البته روایت متی و لوقا هم داره، ولی امروز ما به مرقس نگاه میکنیم. آنگاه به اریحا آمدند و چون عیسی با شاگردان خود و جمعیتی انبوه اریحا را ترک میگفت، گدای کور به نام بارتیمائوس پسر تیمائوس در کنار راه نشسته بود. چون شنید که عیسی ناصری است، فریاد برکشید که ای عیسی پسر داوود، بر من رحم کن. بسیاری از مردم بر او عتاب کردند که خاموش شود، اما او بیشتر فریاد میزد ای پسر داوود، بر من رحم کن. عیسی ایستاد و فرمود او را فرا خوانید. پس آن مرد کور را فرا خوانده به وی گفتند دل قوی دار، برخیز که تو را میخواند. او بیدرنگ عبای خود را به کناری انداخته از جای برجست و نزد عیسی آمد. عیسی از او پرسید چه میخواهی برایت بکنم؟ پاسخ داد استاد، میخواهم بینا شوم. عیسی به او فرمود برو که ایمانت تو را شفا داده است. آن مرد در دم بینایی خود را باز یافت و از پی عیسی در راه روانه شد. حضور عیسی در شفای بارتیمائوس کور نشانه بهار روحانی در زندگی. اون شفا نه، حضور عیسی، نه شفایی که میبخشه. آیه 47 اینطور میگه این شخص نشسته، عیسی با یک جمعیتی رد میشن
چون شنید که عیسی ناصری است فریاد برکشید. پیش خودش میگه کور که هستم ولی زبون که دارم که صحبت کنم، حرف که میتونم بزنم، صداش که میتونم بکنم، نمیتونم ببینمش اما حرف که میتونم بزنم، صداش که میتونم صحبت که میتونم بکنم. فریاد برکشید ای عیسی پسر داوود بر من رحم کن. ای جمعیتی، یک جمعیت فضولی، بسیاری از مردم آیه 48 بر او عتاب کردن، بهش گفتن ساکت باش، خاموش شو، حرف نزن، هیچی نگو، به کوری و کری و گداییت ادامه بده، تو رو چه به این کارا؟ اما او بیشتر فریاد میزد ای پسر داوود بر من رحم کن. و این یه دعای در واقع. آیه 49 عیسی ایستاد. عیسی برای این شخص ایستاد. چه لحظه ای، چه اتفاق نیکو و مبارکی. بهار، اون لحظه ای که بهار داره به وقوع میپیونده. این اون لحظه بهاره. این اون لحظه اعتدال بهاریه. این اون لحظه ای که خورشید داره به صورت مستقیم بر خط استوا میباره و بهار اتفاق میفته که ما ایرانی بهش میگیم لحظه تحویل سال نو. این لحظه اتفاق مبارک در زندگی این شخصه. اتفاق مبارک بهار روحانی. عیسی ایستاد و فرمود او را فراخوانید. بیا نزد من. پس آن مرد کور را فراخوانده، حالا همون جمعیتی که بهش میگفتن ساکت شو، آن مرد کور را فراخوانده و به گفتن دل قوی دار. یه دفعه رنگ عوض کردن جماعت. برخیز که تو را میخواند. آیه 50 او بیدرنگ عبای خود را به کناری انداخته از جای برجست، بلند شد از سر جاش و نزد عیسی آمد. اون عبای کهنگی گدایی که رو شونه‌هاش بود و کنار گذاشت، از جاش بلند شد و به سمت عیسی آمد. کهنگی هات رو کنار بذار. عید شده. سنگسار نکنید، بچه دختراتون رو پاک کنید. ولی من که الان با چیزایی که هست یادمه وقتی که سال میخواست تحویل بشه ما باید لباس نوامون رو میپوشیدیم، میومدیم سر سفره 7 سین مینشست. من حتی کفش نوامم پام میکردم. و اگه لحظه تحویل سال نصف شب بود که خوابمون میگرفت، کوچیک بودیم نمیتونستیم بیدار بمونیم، با همون لباس نوام میخوابیدیم. مادر میگفت سال تحویل میشه با لباساتون نو باشه. و این شخص داره میاد بهار رو ملاقات کنه. اون لباس کهنش رو کنار میذاره. اون افکار کهنمون رو کنار بذاریم. عیسی ایستاده. اون طرز فکر کهنه، اون چیزایی که سفت و سخت بهشون چسبیدیم سال هاست و ولشون نمیکنیم. عادتهای قدیمیمون رو که اگر اینطوری بود پس چرا اونطوری شد، اگه اونطوری بود پس چرا اینطوری شد. اینا رو کنار بذار، ولشون کن، رهاشون کن. عیسی ایستاده تو را میخواند. بهار شده ایماندار. برو و رخت نو رو به تنت بکن. و این حرکت این شخص کور و گدا یک نشانه ای از اینه که داره رها میشه از گذشتهش. آیه سالمون داره اینو به ما میگه گذشته رو رها بکن و به کار تازه‌ای که الان در پیش رو داریم نگاه بکن. و این شخص داره میپذیره این زندگی جدید و این حیات جدید رو، درست مثل درختایی که دارن این برگ ها و این رخت سبز جدید رو به تن میکنن و حضور عیسی این کهنگی ها رو به کنار میزنه و به تازگی تبدیلشون میکنه. و میگه از جای برجست، بلند شد، حالا دیگه سبکباله و اینکه چیزی که روشونهاش سنگینی میکنه رو کنار گذاشته، افکار سنگین و سخت گذشتهش رو، و بلند میشه و به نزد عیسی میاد. همه چیز مهیاست، همه چیز فراهمه. عیسی ایستاده،
او رو فرا خونده. بارتیمائوس کهنگیاش رو رها کرده، گذشتش رو گذاشته کنار، بلند شده از سر جاش و به نزد عیسی آمده. هیچ چیز دیگه اونجا نیاز نیست. و اینجا اون لحظه ایه که گفتیم زمین خودش رو داره مطابقت میده با نور. زمین داره اینجا، این شخص در واقع داره زمین دلش رو، اون قلبش رو داره مطابقت میده با این نور حقیقی که قراره بر او بتابه و حیات به وجود بیاد. زمین، نیمکره شمالی زمین 23 درجه و نیم خودش رو اجاست میکنه، زمین یک تغییری میکنه، کج میشه. این ایمان این شخصه که داره خودشو مطابقت میده تا نور به حقیقت عیسی بر او بتابه، همونطور که زمین خودش رو تغییر میده تا نور و خورشید بتابه و بتونه یک حیات تازه‌ای، یک فصل جدیدی اتفاق بیفته. این شخص این کارهایی که داره میکنه تمام این نمادهای روحانی هستن که داره انجامشون میده تا این حقیقت رو بگیره، این نور بتابه بر دل این شخص و بهار در زندگیش و حیات تازه و این نوزایی در زندگی این شخص اتفاق بیفته. همه چیز فراهمه. عیسی ایستاده او را میخواند. آیه 51 میگه چه میخواهی برایت بکنم؟ پاسخ داد استاد میخواهم بینا شوم. نمیخوام دیگه در تاریکی باشم، نمیخوام در کوری باشم، نمیخوام کنار راه نشسته باشم مردم منو لگد کنن. میخوام بینا بشم. تا الان میشنیدم صدا تو، الان میخوام ببینمت. میخوام بهار را ببینم. عیسی به او فرمود برو که ایمانت تو رو شفا داد. برو که خودت رو مطابق اون چیزی که من خوندمت، فرا خوندمت، خودت رو مطابق اون آوردی در حضور من و این اتفاق، این تولد تازه در تو اتفاق افتاده. آن مرد در دم بینایی خود را بازیافت و از پی عیسی روانه شد. در دم بینایی خود را بازیافت و از پی عیسی روانه شد. نرفت دنبال کار زندگی خودش. و این بهاییه که یک کسی که شاگرد مسیح پرداختش میکنه. نتیجه ملاقات با عیسی اینه که او رو پیروی بکنی، به دنبال او راه بیفتی و جای دیگه ای نری. اینها نشانه ها رو ما در عیسی نباید جستجو بکنیم، نشانه ها رو دیگه بعد از این باید در خودمون جستجو بکنیم. آیا نشانه های بهار روحانی و معنوی رو در قلبت و در زندگیت میبینی؟ به دنبال اینها باید بگردیم. اگر کلیسا میایم ولی همچنان به دنبال این هستیم که نشانه از عیسی بگیریم، معجزه از عیسی ببینیم و در خودمون اینها رو جستجو نمی کنیم، تعارف نداره. شاید این صحبت من به مذاق خیلی خوش نیاد، ولی بهار در زندگی شما، در قلب شما، در فکر شما بهار اتفاق نیفتاده. اگر در کلیسا هستیم ولی پیرو عیسی نیستیم و از پی او روانه نشدیم، هنوز بهار اتفاق نیفتاده. اما دیر نیست. دیر نیست. عیسی ایستاده و تو را میخواند. و اگر عیسی میگه ایمان تو رو نجات داد، ایمان تو رو شفا داد و این کلام از زبان عیسی بیرون میاد، محاله که بعد از اون از پی او روانه نشی. کتاب اشعیا باب 5 آیات 10 تا 13 اینطور میگه چنان که باران و برف از آسمان میبارد و دیگر بدانجا باز نمیگردد، بلکه زمین را سیراب کرده آن را بارور و برومند میسازد و برزگر را بذر و خورنده را نان میبخشد، همچنان خواهد بود کلام من که از دهانم صادر می شود. بی ثمر نزد من باز نخواهد گشت. کلام خدا یک ثمر و یک حیاتی در ما می آفرینه. بلکه آنچه را خواستم به جا خواهد آورد و در آنچه آن را به انجامش فرستادم کامران خواهد شد. زیرا شما با شادمانی بیرون خواهید رفت و به سلامتی هدایت خواهید شد. کوها و تلها پیش روی شما بانگ شادی سر خواهند داد و همه درختان صحرا دستک خواهند زد. به جای خار سرو خواهد روید و به جای خس آس و این آوازه‌ای برای خداوند خواهد بود.
و آیتی جاودان که هرگز از میان نخواهد رفت. دعوت عیسی به زندگی در نور پس از تاریکی، دقیقا مثل طلوع بهار بعد از زمستانه. این شخصی که نه از لحاظ جسمی فقط، از لحاظ روحانی هم در وضعیت کوری روحانی بود و در ناامیدی به سر می برد و عیسی این نور و این حقیقت جدید رو برای او به ارمغان آورد. و اون لحظه ای که عیسی رو صدا زد و عیسی ایستاد، این طلوع بهار بعد از این زمستانه که در زندگیش اتفاق میفته و ایمانش این زمینه رو فراهم میکنه که نور بر او بتابه و خودش مطابقت داد که این حقیقت بر دلش بنشینه و این حیات تازه در قلبش اتفاق بیفته و به محض اینکه چشماش باز شد، نه تنها بینا شد، نه تنها حقیقت رو دریافت کرد، بلکه زندگیش رو به عیسی سپرد و به دنبال او رفت. و اینها تغییراتیه که در درون و بیرون زندگی ما اتفاق میفته. کتاب دوم قرنتیان 5:17 میگه پس اگر کسی در مسیح باشد خلقتی تازه است، چیزهای کهنه درگذشت و اینک همه چیز تازه شده است. و اگر بهار در زندگی تو اتفاق افتاده، در خودت جستجو بکن، ببین نشانه هاش رو میبینی، ببین ثمره روح القدس رو در خودت میبینی، ببین محبت داری، شادی داری، خویشتندار هستی، وفادار هستی، مهربان هستی. ما فکر میکنیم بیشتر عطایای روح القدس که برای خدمت به دیگرانه، ولی ثمره روح القدس هم بخشش برای منه، بیشترش برای دیگرانه. محبت برای دیگرانه، حالا یه جایی هم من به خودم محبت میکنم. وفاداری برای دیگرانه، نسبت به دیگرانه، نیکویی نسبت به دیگرانه، حلم نسبت به دیگرانه. و اینها نشانه اینه که بهار در زندگی تو اتفاق افتاده. آیا در سختی ها آرامش داری؟ اینا نشانه هاشه. آیا زندگی دیگران رو برکت میده؟ آیا اعتماد و توکل به خدا داری؟ و میتونی بگی دیگه نگران نیستم چون عیسی بهار جانها رو ملاقات کردم. این شخص عیسی را صدا زد، عیسی ایستاد، او را فرا خواند، او گذشته را کنار گذاشت، برخاست، به نزد عیسی رفت، دعا کرد، نجات یافت و از پی عیسی روانه شد. آیا اینها در زندگی تو اتفاق افتاده ایماندار؟ آیا در زندگی من اتفاق افتاده؟ اگر اتفاق افتاده، خوشا به حال ما که رخ بهار رو دیدیم، بهار حقیقی رو تجربه کردیم. و اگر اتفاق نیفتاده، هنوز دیر نشده، عیسی ایستاده است. در پی او برو. یک شعر زیبایی رو در پایان این پیغام میخوام براتون بخونم و براتون طلب برکت بکنم. آمد بهار جانها ای شاختر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا. ای شاه عشق پرور مانند شیر مادر، ای شیر جوش در رو جان پدر به رقصا. چوگان زلف دیدی چون گوی در رسیدی، از پا و سر بریدی بی پا و سر به رقصا. تیغی به دست خونی آمد مرا که چونی، گفتم بیا که خیر است، گفتا نشر به رقصا. از عشق تاجداران در چرخ او چو باران، آنجا قبا چه باشد ای خوش کمر به رقصا. ای مست هست گشته بر تو فنا نبشته، رقعه فنا رسیده بهر سفر به رقصا. در دست جام باده آمد بتم پیاده، گر نیستی تو ماده زان شاه نر به رقصا. پایان جنگ آمد آواز چنگ آمد، یوسف ز چاه آمد ای بی هنر به رقصا. تا چند وعده باشد وین سر به سجده باشد، هجرم ببرده باشد دنگ و اثر به رقصا.
کی باشد آن زمانی گوید مرا فلانی، کی بی خبر فنا شو ای با خبر به رقص آ. طاووس ما درآید وان رنگ ها برآید، با مرغ جان سرآید بی بال و پر به رقص آ. کور و کران عالم دید از مسیح مرهم، گفت مسیح مریم ای کور و کر به رقص آ. یک بار دیگه: کور و کران عالم دید از مسیح مرهم، گفته مسیح مریم ای کور و کر به رقص آ. مخدوم شمس دین است، تبریز رشک چین است، اندر بهار حسنش شاخ و شجر به رقص آ. در برکت باشید. فیض عیسی بهار جانها با همه ما باد.